السلام علیکم همداران عزیز. امروز 7 یونیو سال 2026 میباشد. قرار داریم در ناحیه همدانی در باغ اکایی علیشیر بای. سلام علیکم اکا علیشیر. شما این سال در 2 هکتار از ما پکن گرفته شنوندید. بله. همین درختای پکنایی از ما گرفته، درست؟ بله. نشون نمایشون خیلی خوب است. اکا علیشیر خیلی خوب است و یک تا خطاگی کردید. اینجاش نزدیک شنوندید. ایناشو میگیرید زپاس گفتید این برای احتیاط. اینا رو از اینجا میگیرید حتما در دیگه جا میشنوندید که بینشون 10 متر شد. انا وای درست است. انا وایش درست است. این است. علیشیر جان هر از سر چند روز آب میتید؟ یک هفته یک بار. شما آب رو تستر کنید، بسیار خشک نکنید. هر هفته 2 بار 3 بار تید. بله. نشونامه‌اش به نهایت خوب است. یگان کسل ندارد. من ببینید با نشونامه‌ای نو کرده شده است. دیدید؟ انا برکه آب سال آینده با 2 هکتار دیگر میشنونم گفتید ها؟ ان شاء الله به امر خدا. خدا خواهد من همین پکنزور میکنم، پکنزور شما 4 هکتار شد بعد شما راحت کده میگردید. خدا خواهد. البته ما خدمت شما دا چه مصلحتی باشد ما به شما تیاریم خدمت کنیم. علیشیر جان رحمت. خوش آمدید دامون. رحمت علیشیر جان رحمت بچه همدانی. همداران عزیز نگفتن امانت که از این پکن حوزه در فروش است. 130 سومونی در درون قوطیچه میگیرید، در لوحشو میشنونید. من خیلی نشونامه‌ای خوب میکند. خب در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد.